الو کیون خوبی آجی؟ میگم کار پیدا کردم ها. نه بابا قبول شدی؟ آره باش تازه میدونی از اون بهتر چیه؟ نه چیه؟ همکارام دخترم. آجی حالا تا اینجا اومدیم یه چی بخوریم این از گشنگی یه روزم دیر رسید. اینجا که البته آجی کسی هست؟ سلام آقا خوبی؟ ما که از دستم برمیاد؟ سیکتیر خور. خیلی بی تربیتی ناراحت شده. به من چی؟ تو کی؟ همونجا وایسا شلیک میکنم بهت. باشه حالا دیدش من روز اولم بود اینطوری بزایم میکردی. بیا بارو گم شو بی شرف امیر. بابا داری چه گوهی میخوری؟ ببخشید مگه تو هنو پشت خطی؟ آجی یه چیزای عجیبه اینجا. چی شده؟ دوناتاشون هنوز تازه است. دوری گفتی فکر کردم زامبیا ها حمله کردن. اونا که حمله کردن ولی خب دوناتات عجیبه دیگه. داداش کسخولی؟ سلام. کیو دیدی؟ نمیدونم دختره. کیون یه خبر بد. چی شده؟ همه زامبی شدن. ایوا یعنی مردم دارن نابود میشن؟ لق مردم قرار بود همکارام دختر باشن دخترها مالید. چرا نمیمیری تو؟ پا نداره آخه بدبخت میز ما 4 تا پا داره توی یکیشم نداری. الان یه دستگیری به تو بس کنن میتونن به جای کلمن ازت استفاده کنن. حتما یه مسابقه 2 شرکت کن پای حلزون. الان دستت بکنن میتونن 4 تا لاستیک ببندن رود ماشین بشی. باشه بس چه ببخشید خب چیکار خبرته؟ کنم خب وسوسه شو داره. حاجی چرا اینجا ترسناکه از اینجا فرار کنیم چه جهنم دره‌ایه. دادش جانم بفرمایید. ول کن منو دادش ولم کن. هیولا بابا احمق مهیونا نیستم اونه. تو سیایی اون هیولاست. گو نخور. سلام بهونه قشنگ من برای زندگی. سلام. بمیر. اصلا توجه نکنید که تیرام نامحدوده. سرت تو کار خودت باشه. این بزرگه. خب منطقیه بزرگترین ایستگاهی پلیس شهر. نه ایسکارش چیکار دارم اینو میگم. این فرض هم چاق باشی هم زامبو بشی. اون گوسفند تو بره ناقلا از سالمتر بود. یه سس کچاپ کاله داریم لاغرتر از تو سالمتر هم هست. کارت تموم شد بیا بریم باسکول بزنیمت. باشه گو خورم مردم بی جنبه شدن. آبی دیگه ای بابا. توجه نکن چرا تیرام نامحدود. سرت تو کار خودت باشه. دفعه قبلا بهت گفتم. آجی راستی من ازت نپرسیدم چرا شکمت زخمیه؟ اونا گازم گرفتن. تو باید بدون من ادامه بدی. باش.
داری چی کار میکنی؟ بابا خودت گفتی بدون من ادامه بده بابا کشمت دیگه. بابا روانی، حالا من یه چی گفتم، چرا انقدر جدی میگیری؟ خب زودتر بگو. من واسم سواله چرا باید توی یه ایستگاه پلیس 3 تا مجسمه مختلف با رمزای مختلف حیوانات باشه که بری پیدا کنی مدال بیاری بذاریشون پایین در باز بشه؟ خب این اصلا چیز منطقی نیست. نگاه کن چرا باید این همه کار کنی که در زیر زمین باز بشه؟ خب یه راه پله میزدید دیگه. کلر صبر کن الان میام. بیا پایین. الان چطوری؟ خوبم، تو خوبی؟ ببین، من باید یه چیزی رو بهت بگم. میدونم تو روم کراشی ولی خب جذابم دیگه. این حرفا دیگه چیه؟ ولی من گیمو فقط به خاطر ایدا ریختم. باشه. So it goes underground. Huh. That's it.